سلام و درود خدمت دوستان و همراهان پیج بانوفال. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک سیگنال جهت موفقیت در کسب و کارتون. توجه کنید، این سیگنال رو میتونید هک کنید روی شمع. رنگ شمع سفید باشه. با نوک سوزن میتونید این حکاکی رو انجام بدید یا این سیگنال رو روی کاغذ بی خط بکشید، اسم خودتون رو زیرش بنویسید، در میدان نمک و شمع شارژ بشه به مدت 5 الی 10 دقیقه و سیگنال رو میتونید روی شعله شمع بسوزونید. میتونید این سیگنال رو بکشید رو کاغذ بی خط، اسم خودتون رو زیرش بنویسید و نزد خودتون نگه دارید داخل کشو یا داخل کیفتون. یا میتونید بک‌گراند گوشیتون بذارید و وقتی که به سیگنال نگاه میکنید اون موفقیت یا هدفی که مد نظرتون هست رو تجسم کنید. برای رزرو فال شخصی و دریافت دوره‌های آموزشی به شماره 0919 77 55 035 مسیج بدید.